مقامات تفتیشاتی در پی حادثه خودکشی سابق کارمند قسم حربی آرزومراد رحیموف جوانی 26 ساله ساکن ناحیه دیوشتیچ نسبت پیرمرد 73 ساله پرونده جنایتی آغاز نموده است. رحیموف بعد از ادای خدمت حربی طبق شرطنامه پرپورشک شده در قسم نظامی 4533 واقع در ناحیه دیوشتیچ کار میکرد، ولی 2 ماه پیش از مقام وظیفوی کنار رفته بود، گفته است منبع سپوتنیک تاجیکستان. در پی رخداد مناقشه با همسایه‌اش سابق کارمند قسم حربی با راه خداویزی خود را به هلاکت رسانده است. مقامات تفتیشاتی در ناحیه دیوشتیچ نسبت میرقربان موسویف سال تولدش 1948 ساکن جماعت یختن پرونده جنایی باز نموده است. طبق اطلاع منبع موسویف سنه 16 ایول سال جاری با جنجال میان دخترش موسویف و رحیموف همراه شده نسبت جوانی 26 ساله سخنان قبیح گفته شأن و شرفش را پس داده است. در نتیجه این حادثه رحیموف با راه خداویزی خودکشی کرده است. ضمناً از جانب مقامات پروکراتور نسبت مرد 73 ساله ساکن ناحیه دیوشتیچ با ماده 109 به خودکشی رسانیدن پرونده جنایی باز کرده تفتیشات ادامه دارد.